السلام علیکم همدیاران عزیز. امروز 17 دکبر سال 2022 است. سال تمام شده است و ما حاضر قرار داریم در دهه معرفتی در چورکاران. من همین از طریق شهر دوشنبه پستگاه نارسیده زپرفکا است. دست راست در آمدیم در راه دره زمین های اکای عبدالسعید شمسف شویف عبدالسعید شویف اکا من خوجگی دهقانی قاضی ملک بودن. خوجگی دهقانیشون من تمام جمهوری رو پیسته کفته نوار کفته میگردم. این چخلی که میگوین که آب در خانه ما تشنه لبان میگردیم یا در خانه ما گرد جهان میگردیم. این همین از خانه من 3 کیلومتر دورتر من در اسپچک زندگانی میکنم. این کس در چورکاران باغ پیسته کرده بودن اکی عبدالسعید. من باغ پیسته رو نشون دید و باغ پیسته کلونیاش رو بینید و من فهمیدم که این کس از اینجا علاقه لینچه پیسته میگرفتن. 3 نمود پیسته بوده است: پیسته ایرانی، پیسته ترکی و پیسته تاجیکی. اکنون اکی عبدالسعید من همین پیسته‌ای که در پیش ما می‌بینیم این همین چند ساله هستن؟ این همین پیسته 5 ساله تو بودن. سال 2018 18 شنوندگی همینا رو خوردگی. این حال نگاه بینی 100% نداره. چخیلی که وایاش من نگاه بین کردم این او خیلی نگاه بینه نداره. انا این او خیلی که من ویا را نگاه بین کردم این او خیلی نگاه بین نداره. همین 10 سال دو بار همینا خوگ میتیه. چخیل خوگ میتیه؟ چی معناش؟ معناش همین که خوگردک میکنیم ده. چوبوق میکنید گردشا؟ چوبوق میکنیم هم تو وای میکنیم علفای بگونه میگیریم میمونه سری بهار ده با همون نودهای زیادیش ایتک میگیریم و تمام میبرید ابریسکا میکنیم. همون نودهای زیادیش میبریم و ابریسکا میکنیم دیگه یگان کار ندارد این. همین خیلی میشه. چخیلی که من دیدم در این یباره اینجا با آب دوده نمیشود. این شما چخیل آب میتید؟ آب میتید یا نه؟ آب میتیم همین 10 سال یک بار یا دو بار همین یک 5 لیتره یا 10 لیتره آب میتیم. بعد که آب دادن پس اینا چوبوخ کنن در کار. همین یک روز دو روز که گذشت کمتر میکفد همون زیه هوای همونو که چوبوخ که کردی اگر میتونی که یک ماه اونتی میتونی که 1 سال اونتی. اگر آب دادی البته باید چوبوخ کنن در کار. اکا سعید من بسیار قلقم و مساس همین با خوری شما منم پیسته رو از دور نشون تیه و پاز پیش همون پیسته کلون میرویم. شما از کدام سال سر کردید و شما چی مجبور کرد که همینجا پیسته کنید؟ من پیسته نمیشد میگن که آخی اینا گفتم من اساسی دوره جوانی در نوحه قاضی ملک کلان شدگم. در دوران پیسته کلان شدگم. پدر مو هم پیسته لیس خوزدم بیچین مویم میبود. من همین یک ذوق بی اندازه داشتم. سخنهای پیشوای ملت مرا با وجه آورده. همینجا را من خودسرانه اول گرفتم همین کار کردم. بعد آهسته خیلی با من حجت گذاری کردن و وای کردم. بله اکا این جره این جر ده هیچ که در کار نیست. البته خودسرانه که کردین هیچ نگفته است. البته اگر این کس زمین هوا را میگیرسن که جنجال میکردن این جر ده هیچ که در کار نیست. اینو ببینید آدم ایستادن نمیستاد قریبی که آدم جر میشد اینجا و همین جر رو پیسته زور کردن. اکا سید همین آدما در میگن که پیسته در 20 سال میماند. شما چی میگید همین؟ نه این گپی گفتگی همو آدمای ما توغری بود. چون که من پیسته گنجینه رو آوردم شینوندم در همون جرا شینوندم. حاضر علاقه قریب 20 سال شده نه حاصل دادم ده 18 سال ده 16 سال ده 12 سال ده نیکیم که پیسته های دیگه جور آوردم من ایران و ترکیه را مدتی 4-5 سال ده اوجه حاصل سر کرده کجام. یعنی میگید که پیسته تاجیکی خودمون میشونیم در حقیقت 18-20 سال میگذرد بهره نمیداره. ترکی و ایرانی در 4 سال 5 سال در بهره میگیرد. 4 سال 5 سال من این همین انیق گفتم میتونم که همین 5 سال ده حاصل میتونم. چند حاصل میتید یکم سال ده؟ یکم سال ده 1 کیلو انا 1.5 کیلو یا نیم کیلو زیادترک میتونم. حاضر پیسته کلان پیش شما چند کیلو داده شده است؟ 10 کیلو 12 کیلو. شما پیسته حاضر فروختید یا نفروختید؟ البته یا لینچه دو لینچه فروختیم. چند پولی فروختید کیلوشو؟ 80 تا یا 130. همدیاران عزیز اکن بینید همین خیلی جر همین خیلی تپه ها در گرد و اطراف شهر دوشنبه همین قطار حصار می رود. وحدت ورزوب طرف منایی تای نورک
این طرف فخرآباد میرود تا شهر توس، این طرف کلو میرود، خوالینگ و بالجوان هم خیلی تپه و همش پیسته میشود. من پیش پروفسور سید علی گلوف رفتم، دانشگاه خواجگی قشلاق. اون کس با من گفتن که اون جایی که انگور میشود اونجا پیسته میشود. همدیاران عزیز، من این نوار رو قطع میکنیم، رفته از نزدیک پیسته ها رو دیده، باز در اونجا پیسته خودی همین پیسته بستگیش رو ما از نظر میگذارونیم. چی نمود پیسته ها بسته است. من ببینید به آب ده پیسته چقدر خوشو شده است. به آب که اگر در یک سال یک بار آب تید میتید، نتید نمیتید گفته استودن اکی عبدالسعید. اکی عبدالسعید، ما با دیگر سوال ها پیدا شد در اونجا در درون باغ به شما سوال میتیم، به شما رحمتی کلان میشینیم، حاضر میرویم.